وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده و مهربان. گاهی می شود که در حیات ما خوشنودی می آید و گاهی می شود که مصیبت. چگونه ما این دو را قبول می کنیم؟ در همه حالت الحمدلله یعنی شکر الله را گفتن برای نه همه آسان است. اما اگر انسان می دانست که چقدر اجر و ثواب و پاداش نیک دارد، در همه حالت الحمدلله می گفت، چون نعمت و حکمت الله در آن است. نوار نوبتی ما درباره حیات یک انسان و واقعی است. مرد پسردار شد. وقتی که پسرچه دوسترویک 2 ساله شد وفات کرد. وی خیلی اندوهگین شد. یاد میکرد. بعد از این همسرش حامله دار شد و برایش پسرچه دوم تولد کرد. وقتی که پسرچه 1 ساله شد وی نیز از دنیا گذشت. یعنی پسرچه دوم نیست. چند تا وفات کردند؟ بله 2 تا. و خودش هر دو را گرانید. بعداً الله تعالی 4 دختر برایش پی هم عطا کرد. دختران به وایه رسیدند. یکمش را به شوهر داد و وقتی که عائله دار شد خوشنودیش حد و کنار نداشت. اما دیری نگذشت و او هم وفات کرد. او 20 ساله بود و این مرد خودش او را نیز گرانید. بعداً دختر دیگرش به شوهر برآمد و فرزند به دنیا آورد و خوشنودی آورد. اما دیری نگذشت و این دخترش نیز از دنیا رفت و این دخترش را نیز خودش با دستانش دفن کرد. یعنی 2 پسرچه و 2 دختر. بعداً دختری سیومش 27 ساله شد و بیمار شد و او نیز وفات می کند و اینش را نیز خودش می گراند. در عموم 3 دختر و 2 پسر. بعد از این همه غم و اندوه غیر از 1 دختر دیگر فرزند نماند و الله تعالی وی را باز با پسرچه دیگری خوشنود گردانید و به این دوست رو یک مهر و محبت پیدا کرد و به اندازه دوست داشت. وقتی که او 1.5 ساله شد کودک دوست رو یک نیز وفات کرد و خودش دفن می کند. چند کس را گرانید؟ بله 6 نفر را. 3 دختر و 3 پسر را. آیا تو می دانی این مرد کیست؟ بله این پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم. هر کس که شخصی نزدیکش را عزیزش را از دست می دهد این درد را آشناست. اما تو مگر از پیغمبر بهتر هستی؟ اگر الله تو را امتحان کند مگر می خواهد قصد بگیرد از تو؟ نه و نه، چنین نیست. الله تعالی صاحب حکمت است که از تو نزدیکت را بگرفت و حکمت است در آنچه که به تو میداد. آنان که هرگاه مصیبت به ایشان میرسد میگویند براستی که ما از آن الله تعالی هستیم و به سوی او باز میگردیم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم